صورتی زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار. درود به شما. خانم اومد، گریان بود، خسته بود، دل مانده بود. و پرسان شدیم که چرا چنین هستی؟ کی و چی تو رو به چنین حال آورد؟ گفت خسته از آن شدم که بسیار مرا طعنه میکنند. طعنه یک سو ایستد، با من دوستی ندارند، ربط ندارند. سببش آنی هست که من سیاه هستم، من بیزیب هستم یا من بی نور هستم. از این سبب کم با من دوگانه میکنند. باور کنید و بعدن گریه ها رو میبینی، گریه میفهمی ساخته است یا چیزی دیگر، اما گریهش آنقدر بود که هر عقل سالم حس میکند. آب دیدهش همین لهجوی میگیم شر میرفت. در حقیقت زیبا نبود، سیاه بود. خیلی هستند که آدم هایی که بدن میگن دلکش نه یا چیزی دیگر. بیچاره همین سبب شده است که با او دوگانگی نمیکنن، از سببی که او بیزیب است، از سببی که او سیاه پوست، از سببی که فهمیده. پس از او دوری میجوین، یا که در هر یک چیز مسخره هستند که در جمع یک کس که اگر نقص داشته باشد در سیمایش، چی گنجویش، چی رنگش سیاه بود وای باشد، اون میگه که ای سیاه، ای وای، ای این، در شکل کاردار میشوند و مسخره میکنن یا تخلص میگذارن. بعد گفتم که تو چی دلگیر میشوی و تو در نزد خدا قدر داری، زیرا این سیمایی که نیک است، خوب است، زشت است، بد است، هر چی که باشد خدا بر تو این رو لایق کرده است. نگاه کن، چند مثال ها آورده بودیم. بعدا نفر دست و پای ندارند، بعدا نفر این هستند، از آنها دیده تو چقدر بالا هستی. خلاص یک علاج کردیم، دل برداری کردیم، خرسند شد، رفت به هر راه. اما گپ سری آن می رود که ای نفرانی که در اطرافتان این گونه شخصیت ها هستند، وقتی شما با اینها طعنه میکنید و هرچی میکنید، شما فراموش نکنید شما با خدا می جنگید، شما با خدا مسخره دارید. دلیل، وقتی نستی یگان رسم می روید یا کارتینکه میگن، شما رفته میگید که این قدر بیزی بود است یا این قدر وای بود است گفته، ضرر شما به کاغذ نمی رسد، سخنان شما به اون کاغذ و رمکنه، سخنان شما به همان رسام است. خوب توجه کنید، وقتی که گپ رفتید نزد همون رسم، اطراف او گپ زدید، چی خوبیش هست چی بدیش هست، گپ سری که می رود، ضرر شما، سخن شما به اون کاغذ هیچ وی ندارد. از این سبب این نفران شما همچه کاغذ هستید، به شما هیچ ضرری ندارد، اما سخنان اینها به اون رسام می رود، به همون سازنده می رود. بسیار احتیاط کنید. ما در جامعه خیلی هستیم که آشکارا مسخره میکنیم، آشکارا دغلانه یک نفر را چی از سیمایش هست، چی از رنگ پوستش هست، در هر نقصی که و یک چیز رو فراموش نکنید، پیش از آنی که دهان باز میکنید و سخن میگوید، ای خوشروی ها یا روسی میفهمانند که ای کرسفچک ها، همون پروردگاری که به شما سیمای زیبا داد برو هم داد. اما شما طاقت کنید ای نفرانی که نقص دارید که پروردگار در این برای شما اجر زیاد خواهد داد. خود را احتیاط کنید. دو صحبت های آینده راستی وقتی خیلی سیر تشویش هستیم. همین قریب چند ماه می شود اکنون یک نوار کردیم
барори кор, мо омодагӣ ба филми сомонӣ дорем, филми таърихӣ, ки хустем як порчаашро ҳаракат кунем, бубинем ки чӣ гуна мебарад.